اخیراً یک دختر زیبای 23 ساله در کمال ناباوری با یک مرد 37 ساله که صورت بسیار زشتی دارد ازدواج کرده است. مرد که بسیار فقیر هم میباشد از زمان جوانی دچار بیماری نادری شده که به دلایل مالی هیچ وقت نتوانسته آن را درمان کند. این دختر درباره دلیل جواب مثبتش به ازدواج میگوید: چهره برای من هیچگاه ملاک نبوده و نکته مهم برای من باطن فرد میباشد که باطن همسرم بسیار پاک و بیری است. عشق واقعی این نیست که یک شخص کامل را پیدا کنی، بلکه عشق واقعی این است که یک شخص معمولی را کامل دوست داشته باشی. شاید باورش سخت باشد که یک مرد معمولی که هیچ نقصی ندارد عاشق یک دختر کوتوله شود و با او ازدواج کند، اما این اتفاق در فیلیپین رخ داده. این پسر اعتقاد دارد که اگرچه این دختر از نظر قد نواقصی دارد، اما از نظر عشق و عاطفه بسیار کامل است و هیچ کس را نمیتوانست مثل او پیدا کند. در هند یک دوقلوی به هم چسبیده همزمان عاشق یک معلم 45 ساله میشوند و ناامیدانه از او تقاضای ازدواج میکنند که در میان حیرت همگان وی به آنها جواب مثبت میدهد. این معلم معتقد است که با این کار بهشت را برای خود خریده است. پیج دانستنی روز رو فالو کنید.